اگه مدت تنها باشی دیگه حوصله هیچ کس رو نداری. همه فکر میکنن که این منزوی شدنه، ولی روانشناسی میگه این ضد اجتماعی شدن نیست. این نشونه باز تنظیم سیستم عصبیه. وقتی مدت زیادی تنها بودی، ذهنت از هیاهو، توضیح دادن، نقش بازی کردن و تحمل آدم‌های ناهماهنگ فاصله گرفته. در تنهایی مغز یاد میگیره آرامش بدون حضور دیگران هم ممکنه و وقتی این اتفاق میفته دیگه هر کسی اجازه ورود نداره. نه چون سرد شدی، بلکه چون استاندارد احساسیت بالا رفته. حرفت کمتر شده و تحملت کمتر شده، ولی مرزهات شفافتر شده. دیگه نمیتونی کنار کسی بمونی که انرژیتو میگیره، حرفتو نمیفهمه یا مدام باید خودتو توضیح بدی. این مرحله خطرناک نیست، اسمش بلوغه. و از تنهایی مشکل از اینجا شروع میشه که آدما فکر میکنن مشکل دارن، در حالی که فقط دیگه حاضر نیستن به هر قیمتی ارتباط بسازن. شما قبول دارین؟